أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از علم گراماتیک زبان عرب، از ادبیات عرب، از علم نحو، از کتاب الآجرومية 3 درس گرفتیم و بنده حالا میخواهم درس 4 را از این کتاب الآجرومية به سمع شما برادران و خواهران و خواهشمندان آموزش زبان عربی برسانم. پس درس امروزه ما و شما از اینجا شروع می شود که صاحب کتاب می گوید که وللنصب 5 علامات، یعنی که نصب همگی 5 علامات دارد، 5 نشانه دارد. پیش از اونه که این عباره ها را به سمع شما برسانم، اولا می خواهم آن چیزهایی که نوشته شده است اینجا این را توضیح بدهم، زیرا اینکه این را باید درس گذشته، درس 3 بیان میکردم، اما متاسفانه وقتی درس طولانی که شد نتوانستم این را به سمع شما برسانم. این بسیار مسئله مهم است و این را یک بار اگر حفظ بکنید در کتاب بدان وقتی درس میگفتم و حالت اعرابی در پایان مثال ها که بود گفته بودم که هر کسی اگر حفظش بکند در نحو فایده اش میکند. پس کسانی که حفظ کرده بودن پس اینجا ده فایده میبینن که اون کلمه را میفهمند. کسانی که حفظ نکرده بودن اکنون بیاید حالا بنویسید آن چیزهایی که من میگویم شما بنویسید. ببینید این فعل مضارع است، زمان آینده، ینصرو، ینصرو، دقت بدید، ینصرو فعل مضارع است. میگوید که ینصرو زیدون عمرن، یعنی که نصرت میدهد، یاردم میدهد زید عمر را. اکنون دقت بدید این را چطور تحلیل میکنیم، این تحلیل را حفظ بکنید. میگوید که ینصرو فعل مضارع مرفوع، دقت بدید، فعل مضارع مرفوع برای آخرش رفع است، یعنی ضمه، مرفوع علامت رفعی الضمه. ببینید لتجرده، این کلمه را اضافه میکنید، لتجرده عن الناصب والجازم، یعنی چی؟ دقت بدید این کلمه ها را. میگه فعل مضارع یعنی که فعلی زمان آینده است، مرفوع آخرش رفع دارد و علامت رفعه الضمه الظاهره و نشانه رفعش ضمه ظاهره، چطوری که شما میبینید لتجرده عن الناصب والجازم. برای چی مرفوع است؟ یک کس بگوید میگه لتجرده، برای خالی بودنش از ناصب و جازم. اول ما حرفای داریم که حرفای ناصبه است، مثلا ان، لن. ببینید در اولش ان و لن نیست. و همچنین لتجرد یعنی ناصب و الجازم، همچنین در اولش جازمه هم نیست، لم جازمه هم نیست. از همین حساب فعل مضارع چی شد؟ مرفوع شد. پس این را این طور توضیح دیگر نمیدهم، از این حساب دقت بدید. ینصرو فعل مضارع مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره لتجرده عن الناصب والجازم. پس ما حالا این فعل مضارع را اعرابش را خلاص کردیم. دقت دادید؟ پس زیدون فاعل مرفوع، ببینید فاعل مرفوع، ببینید فاعل است، مرفوع است و علامت رفعه الضمه الظاهره، ضمه ظاهره را ببینید و علامت رفع الضمه الظاهره لانه اسم مفرد و علامت رفع الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. درس گذشته ما گفتیم که اسم مفرد آخرش ضمه ظاهره میگیرد، ضمه میگیرد، آخرش ضمه میگیرد. در اینجا ده آخرش ضمه ظاهره است. اما امرن چی هست؟
موضوع درس امروزه همون است که بعداً بیان میکنیم. حالا برای ما این مهم نیست. دقت دادید که این را پس این با آخر رسید. میگذاریم در دوم مثال. یخشا زیدون. دقت بتید. یخشا زیدون. یخشا زیدون یعنی میترسد زید یا خشوع میکند زید. دقت بتید. یخشا با مثل همین فعل مضارع. ببینید فعل این را میگیم فعل مضارع، این را میگیم مضارع مرفوع، این را میگیم مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. دقت دادید. فعل مضارع مرفوع و علامت رفعه الضمه المقدره میگیم. الضمه المقدره على الالف. الضمه المقدره على الالف یعنی ضمه مقدره بر الف است. این الف را دیدید ضمه مقدره است. الف حرکت قبول نمی کند، از این حساب ضمه مقدره می شود. ضمه المقدره على الالف لانه معتل الاخر بالالف. یا میتونیم بگیم که فعل مضارع مرفوع و علامت رفعه الضمه المقدره لانه معتل الاخر بالالف. این کلمه را در ذهنتون بگیرید. معتل الاخر بالالف یعنی معتل حرف علت دارد آخرش، همون حرف علت چی است؟ الف است. از این حساب فعل مضارع علامت رفعش ضمه مقدره هست. علامت رفعش چی است؟ ضمه مقدره. یخشا اینجا ده پس بگه که به خاطر چی آشکار نشد؟ میگیم که منع من ظهورها التعذر. تعذر چطوره که در اسم میگفتیم تعذر یعنی ناممکن بودن. اما این اگر اسم باشد تعذر رو در اسم های میگیم که اونها اسم های مقصور هستند، به مثل دنیا، موسی، او را نامش اسم منقوص است، اسم مقصور است، اسم مقصور. اما در فعل یخشا را ما فعل مقصور نمیگیم، بلکه میگیم معتل الاخر بالالف. معتل الاخر بالالف. دقت داده کن در اسم چی میگفتیم، در فعل چی میگفتیم، لیکن در تحلیل کردن میگیم که منع من ظهورها التعذر یعنی حرکت آخرش. اینجا ببین آشکار شد. اینجا چرا آشکار نشد؟ زیرا که ناممکن است آشکار کردن حرکت در حرف الف. دقت دادید. پس زیدون فاعل مرفوع و مثل همین و علامت رفع الضمه الظاهره لانه اسم مفرد. خب اینم خلاص کردیم. میگذاریم در سیومش. یرمی زیدون. دقت بتید. یرمی زیدون السهم. اکنون یرمی زیدون السهم اعراب یعنی میپرتاید زید تیر را یا نیزه را. میپرتاید زید نیزه را. اکنون دقت بتید. یرمی همچنین به مثل همین ها هست. فعل مضارع مرفوع. تو همینجا را میگوی فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم و علامت رفعه. اک میگیم و علامت رفعه الضمه المقدره. الضمه المقدره منع من ظهورها الثقل. در اینجا چی میگوییم؟ در اینجا ثقل میگوییم لانه معتل الاخر. با مثل همین میگیم لانه معتل الاخر. اینجا بالالف بود، در این نویسیم که بالیاء. معتل الاخر بالیاء زیرا که در آخرش حرفی چی است؟ حرف یا است. حرف یا در حرکت آشکار نمی شود در حالت رفع. دقت بتید. حالت رفع در آشکار نمی شود. به مثل که در اسم مقصور در اسم منقوص گفته بودیم، به مثل القاضی گفته بودیم دو حالتش حرکتش تقدیری می شود، یک حالتش ظاهری می شود. القاضیه در حالت نصب باشد حرکت آشکار می شد، اما در حالت رفع و جر حرکت چی می شد؟ تقدیری می شد. می گفتیم که لثقل یعنی برای وزمین بودنش عرب ها تقدیریش کردن. ببینید می شود که ما بگوییم که با زبان اینه گفته می شود یرمیو. ببینید یرمیو، اما عرب میگه که نه این برای ما قین است، وزمین است.
از این حساب ما میگیم یرمی، خلاص یرمی. از این حساب اینجا را چی میگیم؟ اعراب مقدره. و سبب تقدیر شدنش چی بوده است اکنون؟ ثقل وزمینی. خب این نامش چی بوده است اکنون؟ یرمی را معتل الاخر بالیاء، معتل الاخر بالیاء. پس میگیم فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل لأنه معتل الآخر بالياء، لأنه معتل الآخر بالياء. خب آخرینش یدعو زیدون ربه، یدعو زیدون. ببینید زیدون کلمه ربه، ربه، ببینید یدعو زیدون ربه. اکنون در اینجا این سهم را هم همچنین بیان نکردیم، موضوع درس امروز همون هست. این ربه هم موضوع درس امروز است، بعدا بیانش میکنیم. میگه یدعو زیدون ربه، یعنی که دعا میکند زید پروردگارش را، فریاد میکند زید پروردگارش را. اکنون یدعو و مثل همین سه تا باقی مانده است. ببین میگیم که یدعو فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم. در اولش ناصب و جازم نیست، لتجرده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. این را همچنین چی میگیم؟ میگیم منع من ظهورها الثقل لأنه معتل الآخر بمثل المعتل الآخر بالواوی. ببینید بالواوی یعنی معتل الاخر است، در آخرش حرف واو هست. واو هم همچنین دو حرکتش تقدیری می شود، دو اعرابش، حالت رفع و حالتی معذرت میخوام یک حالتش، حالتی رفعش تقدیری می شود، حالت رفعش تقدیری می شود، اما حالت نصبش ظاهر می شود. حالت جزمش این را بعداً بیان میکنیم. یا هم همین طور است، حالت رفعش تقدیری می شود، حالت نصبش ظاهری می شود، دیده می شود. از انشاءالله در این درس بیانش میکنیم. و حالت جزمش با درس آینده انشاءالله یا بعد از درس آینده انشاءالله در حالت جزم چی میاد بیان خواهیم کرد. پس زیدون فاعل مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره لانه اسم مفرد، ربه مفعول به، رب مفعول به منصوب، علامت نصب الفتحه الظاهره، رب مضاف هو مضاف الیه. دقت دادید اکنون؟ پس بیایید به درس امروزه میگذاریم. پس اینها را در دفتراتون نوشته و با نام هاشون بدانید. یخشا معتل الاخر بالالف، یرمی معتل الاخر بالیا، یدعو معتل الاخر بالواو گفته نام ها و این طور علامت ها دارد، یا نام هاشون همین طور می باشند در فعل. اما در اسم بیان کرده بودیم که اونها چی میشد؟ منقوص یا مقصورش میگفتند. اکنون بیایید درس امروزه را ببینیم. صاحب کتاب میگوید که ولی نصب 5 علامات، یعنی که نصب همگی 5 علامات دارد. اینو در اول ما بیان کرده بودیم. در اول یادتون باشه گفته بودیم که نصب 5 علامات داره. یک تای این اصلی است و 4 تاش فرعی هست. اکنون بیایید اکنون یک تای اصلی چی است و 4 تای فرعی چی است و در کجاها میآید این را یک تا به یک تا بیان خواهیم کرد. میگوید که ولی نصب 5 علامات، میگوید که نصب همگی 5 علامات دارد. ببینید یکمش چی است؟ یکمش در اینجا می نویسیم که الفتحه، یکمش فتحه است. اکنون این 4 تا یکمش فتحه است، دویمش الالف، این فرعی هست، دویمش الف است و سیومش الکسره، سیومش کسره است، چهارمش الیا و پنجمش حذف النون. پس این 4 تا جاینشین از این می باشد، از فتحه می باشد. این 4 حرکت های 4 حرف هایی که می بینید یا 4
جای نشین هایی را که میبینید. اکنون میگه ولی نصب 5 علامات، نصب میگه همگی 5 علامات دارد: الفتحه و الالف و الکسره و الیاء و حذف النون. پس 5 تا بوده است. فاما الفتحه، انا اکنون توضیح میدهد که فتحه در کجا علامت نصب است، در چند جا فتحه در چند جا علامت نصب می باشد. میگه که فتكون علامه للنصب فی 3 مواضع. میگه که فتحه در 3 جا علامت نصب است، 1 جا و 2 جا و 3 جا. فتحه در 3 جا علامت چی است؟ علامت نصب است. یکمش فی الاسم المفردی، در اسم مفرد. اسم مفرد در گذشته بیانش کرده بودیم که مردانه باشد یا زنانه فرقی ندارد. مثلا من میگویم که در اسم مفرد به مثل رأیتو رأیت الرجل. ببینید رأیت الرجل. اکنون رأیت الرجل، رأیت فعل و فاعل است، رأیت فعل و فاعل است در تحلیل، و رجل مفعول به است. ببینید مفعول به منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره دیده می شود. رأیت الرجل، رجل مفعول به منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره. ببینید فتحه ظاهره دیده می شود. پس این اعرابی ظاهری است. اگر ما در جای این یک اسم مقصور را بیاریم، به مثل رأیت الرجل، در جای رجل اگر ما بنویسیم که الفتح، پس ما اعرابش رو چنین میکنیم که الفتح مفعول به منصوب و علامت نصبه الفتحه المقدره. ببینید الفتحه المقدره منع من ظهورها الثقل، زیرا که این الف است حرکت قبول نمیکند. به مثل اینجایی که گفتیم ثقل است. پس در این اسم است، اسم چی است؟ مقصور. اسم مقصور که است حرکت قبول نمیکند. دقت دادید این حرکت اعراب ظاهری، این چی؟ این تقدیری. خب یکم جو در اسم مفرد بوده است رأیت الرجل، علامت نصبش چی است؟ فتحه ظاهره. دوم چی؟ و جمع تکسیر. دوم جمع تکسیر همچنین علامت رفعش چی میشده است؟ مثلا رأیتو یعنی دیدم، الرجال مثلا الرجال. دقت دادید رأیت الرجال یعنی دیدم مردها را. اکنون رجال مفعول به است و علامت نصبه الفتحه الظاهره على آخره لانه جمع التکسیر. در اینجا علت چه میگیم؟ لانه اسم مفرد است، برای خاطر علامت نصب فتحه ظاهره است. در اینجا این جمع تکسیر است، برای خاطر علامت نصبش فتحه ظاهر، علامت نصب فتحه است و آخرش تحریک است، از همین خاطر فتحه ظاهره است. این دویم حالتش بود. سوم حالتش والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. و فعل مضارعی که در اون ناصب درآمدگی باشد. مثلا میتونیم که مثال سوم را در اینجا بمونیم. مثلا ناصب اینجا در مثلا حرفی لن میمونیم. ببینید لن. اکنون وقتی که ما لن موندیم، اول پیش از لن موندن این آخرش چی بود؟ دمه بود، نه مرفوع بود، علامت رفعش دمه بود. دمه را میگیریم، در جایش چی میمونیم؟ در جایش فتحه میمونیم. چرا؟ زیرا که این لن از حرفای ناصبه است. حرفای ناصبه یعنی آخر فعل مضارع را نصب میکند. پس این فعل مضارع است که در آخرش یگان چیز پیوست شدگی که نیست، از این حساب این آخرش فتحه گرفت. ببینید فتحه گرفت. پس فعل مضارع در 5 جا آخرش فتحه میگیرد. این را در ذهنتان جا بکنید. یکم در مفرد غایب و مثل مفرد غایب مذکر و مثل یضربو یعنی میزند وی مرد، اگر لن بدارد لن یضربه یکم جا. دویم جا تضربو یعنی وی زن، غایب زن میزند وی زن دوتا، و تضربو میزند تو مرد مخاطب سه تا.
اضربو میزنم من، نضربو میزنیم ما. اگر در اول همین حال لن بمونیم همش فتحه میشه. مثلا لن یضربا، لن تضربا، لن تضربا، لن اضربا، لن نضربا. دیدید لن آخرش چیکار کرد؟ منصوب کرد. پس میگیم لن باز با خودش نام ها دارد، با خودش نشانه ها دارد که اینجا میشود که اون را نوشته بکنه. ببینید پس لن را به این طریق میگویید. لن میگن یکمش که حرف ناصبین. ببینید حرف ناصبین، یک تا نام حرف ناصبین، حرف ناصبون، بله حرف ناصبون و استقبال حرف نفیین، معذرت میخوام، حرف نفیین، حرف نفیین، حرف نفیین، ناصبین، ناصبین، استقبال. دیدید استقبال. پس این همین حرف انا همین قدر چیزها را اجرا کرده سای. نفی، ناصب، استقبال. پس نفی، ببینید نفی یعنی چی؟ یعنی که ما اگر لن نباشد میگیم یاردم میکند. لن آمد نفی کرد میگه یاردم نمیکند. لن چکار کرد؟ یاردم نمیکند، نفی کرد. یکم برای خاطر حرف نفیش میگیم. ناصبش میگیم برای چی؟ به خاطر آنه که این ینصرو آخرش ضمه بود، لن آمد ینصوره شد، آخرش فتحه شد. از این حساب میگیم ناصب، یعنی که آخرش نصب میکند. نصب در اینجا چی است؟ فتحه است. دیدید که فتحه کرده. و سیمش استقبال هست. استقبال یعنی چی؟ یعنی که فعل مضارع دو حالت در بر میگیرد. ینصرو، مثلا بگم که ینصرو زیدون عمرن، یعنی حالا یاردم کرده ایستاده از زید عمر را، این حالا است. و یا که میشه ترجمه کنیم که ینصرو زیدون عمرن، در آینده یاردم میکند زید عمر را. ببینید دو حالت، حالت حالا یا در آینده. اما اگر لن که در آمد دیگر لن ینصوره حالا را در بر نمیگیرد، آینده را در بر میگیرد. برای خاطر میگیم استقبال، یعنی در آینده. برای خاطر چیش میگن؟ استقبال. پس نفی، ناصب، استقبال برای لن باید گفته شود و هر یک تا اینها را در ذهنتون جا کنید که چه معناها داشته است. اکنون صاحب کتاب گفت فعل المضارع اذا دخل علیه ناصب ولم یتصل بآخری شیء گفت و در آخرش یگون چیز پیوست شدگی نباشد. بیاید در اینجا آن چیزهایی که پیوست می شود اونها را برای شما نوشته بکنم، یعنی که در آخر فعل مضارع چی چیزها پیوست می شود. دقت بدید که در آخر فعل مضارع 5 چیز پیوست می شود. آن 5 چیز چی است؟ دقت بدید. یکم الف التثنیه یا الف اثنین، الف اثنین. دویم واو جماعه، واو جماعت دویمش. و سیوم چیزی که در آخر فعل مضارع پیوست می شود، سیوم چیزش یا مخاطبه یا مخاطبه. و چهارم چیزی که در آخر فعل مضارع پیوست می شود نون ایناث. و پنجم آخرین چیزی که در آخر فعل مضارع پیوست می شود این نون توکید است. نون توکید. دقت دادید؟ انا همین 5 چیز در آخر فعل مضارع اگر پیوست باشد علامت نصبش فتحه نمی باشد. دقت دادید؟ اگر انا همین 5 چیز پیوست باشد.
پس مثال هایش مثلا میتونیم مثال هایش بنویسیم الف اثنین مثلا یضربانی یضربانی. انا همین الف که میبینید نام همین الف اثنین ای یعنی الف دو کسه میزنن آنها دو کس ما همین الف گرفتیم در بدون با تفصیل اینها را بیان کردگی بودیم. پس یضربان یعنی الف اثنین ای یعنی دو کس. واو جماعه مثلا یضربون میزنن ویها مردها. انا همین واو نامش واو جماعت است یعنی ویها مردا را از همین واو گرفتیم. یا این مخاطبه مثلا تضربین ببینید این همین یایی که در جمع بینید انا همین یا را نامش یا این مخاطبه است. وقتی که این پیوست که شد دیگر علامت نصبش فتحه ظاهرا نمی شود. و نون ایناث مانند یضربن یا تضربن نه. ببینید انامین نونی که میبینید انامین نون نامش نون ایناث است. نون ایناث یعنی نون زنانه جمع زنانه. یضربن میزنن ویها زنها را از کلمه انامین نون گرفتیم. پس اکنون نون توکید دو نمود میشود. توکید ثقیله و توکید خفیفه. اینها را انشاءالله بعد در جای خودش بیان خواهیم کرد. اما شما این را در ذهنتان داشته باشید. پس اکنون فهمیده که ولم یتصل به آخر شیء و پیوست نشده باشد در آخر فعل مضارع یگان چیزه یعنی این پنج چیز. این پنج چیز پیوست شدگی که نباشد علامت نصبش فتحه می شده است. علامت نصبش چی می شده است؟ فتحه. اکنون صاحب کتاب برای ما و شما در کجا فتحه علامت نصب می شود برای ما با آخر رسانید. یعنی که در سه جا علامت نصب فتحه بوده است. این را در ذهنتان داشته باشید. میگذاریم به قسم های فرعی. ما قسم اصل را یعنی که فتحه را که علامت نصب حرکت اصلیش است فتحه اصل را خلاص کردیم. میگذاریم در فرع. میبینیم که درباره فرع چی میگوید. صاحب کتاب میگوید که و اما الالف میگوید که اما الف علامت نصب می شود در کجا؟ فتکون علامت للنصب فی الاسماء الخمسه. علامت نصب می شود در یک جا. الف این الف علامت نصب می شود در یک جا. اون چی است؟ اسماء خمسه. اسماء خمسه. ببینید اسماء خمسه ده. فقط در اسماء خمسه این چی می شده است؟ این علامت نصبش الف میشده است. مانند چی؟ مثال اسماء خمسه تون هست. گفتیم که ابوک، اخوک، حموک، فوک، ذو مالین. انا پنج اسم ده با همون شرطایی که گفتگی بودیم. 4 شرطی که همش دارد. فو خالی از میم باشد، ذو به معنای صاحب باشد. انا همون شرطا را در ذهنتون بگیرید. اگر همون 5 تا شرط باشد پس اسماء خمسه میگویند. اگر اون 5 تا شرط نباشد اسماء خمسه نیست. مثلا من میگویم که رأیتو. ببینید رأیتو اباک. ببینید اباک یعنی دیدم پدر تو را. آخه اینجا را ببینید الف شد. ما اول میگفتیم که ابو. ببینید ابو که میگفتیم درس گذشته واو بود. حالا این واو الف شد به خاطر چیزی که حالت نصب است. حالت نصب اسماء خمسه الف می باشد. جاینشین از فتحه. الف جاینشین از فتحه است. پس میگیم رأیت فعل و فاعل اباک. ابا مفعول به منصوب و علامت نصبه الالف لانه اسماء الخمسه نیابه عن الفتحه. یعنی علامت نصبه الالف نیابتا عن الفتحه لانه من الاسماء الخمسه. یعنی که از نام‌های از اسم‌های پنجگانه است. دیدید؟ باز یک مثال دیگر با برای بعدیش. مثلا میگم رأیتو اباک و با چی میگیم؟ اخاک. یعنی رأیتو فعل فاعل اخاک. اخا مفعول به منصوب و علامت نصبه الالف نیابتا عن الفتحه لانه من الاسماء الخمسه. زیرا که از اسم‌های چی هست؟ پنجگانه. اخا مضاف که مضاف الیه. مثلا حموکی یعنی که
معذرت میخوام حما زمین که حالت نصب است. رأیتو حماکی یعنی دیدم خسوری تو را. مثلا یک زن رو میگوی که رأیتو حماکی، یا مثلا هیور اکا و دادر شوهرت رو میگوی دیدم. رأیتو حماکی. دقت دادید؟ حما مفعول به منصوب، مفعول به منصوب و علامت نصبه الالف نیابة عن الفتحة لانه من الاسماء الخمسة، زیرا که از اسماء خمسه است. اکنون فوکا چی؟ مثلا فوکا میگیم که نظف، نظف، نظف فاکا. میبینید فاکا، نظف فاکا، نظف یعنی پاکیزه کن، تازه کن، فاکا دهانت را. فاکا. پس نظف فعل امر مبنی علی السکون و فاعل ضمیر مستتر تقدیر انت. فاکا، فا مفعول به منصوب و علامت نصبه الالف نیابة عن الفتحة لانه من الاسماء الخمسة. دقت دادید؟ مثلا ذو مالین ده میتونیم بگیم که رأیتو، در اینجا بنویسیم که رأیتو ذا، ذو با واو نمیگیم، با الف مینویسیم ذا المالی، ذا المالی یعنی دیدم صاحب مال را. ذا مفعول به منصوب و علامت نصبه الالف نیابة عن الفتحة لانه من الاسماء الخمسة و ذا مضاف، المال مضاف الیه مجرور. پس انا همین طور اسماء خمسه می باشد. دقت دادید؟ اسماء خمسه حالت نصبش چی بوده است؟ حالت نصبش به الف. صاحب کتاب خودش مثال آورده است که نحو رأیتو اباک، رأیتو اباک، ابا الف فالف نیابة عن الفتحة و اخاک، اخاک همچنین الف نیابة عن الفتحة. زیرا برای چی بگن نیابة عن الفتحة؟ میگیم لانه من الاسماء الخمسة. این علت رو میاریم لانه من الاسماء الخمسة. اکنون حالت جاینشینی الف از فتحه همچنین به آخر رسید، همچنین این حالت هم به آخر رسید. میگذاریم به حالت دویومه که جاینشین از فتحه می شود که اون چی است؟ اون کسره است، اون کسره می باشد. صاحب کتاب در اینجا میگوید که و اما الکسرتو، اما کسره، ببینید کسره جاینشین از فتحه می شود. کسره جاینشین فتحه است. در کجا؟ فتکون علامت للنصب فی جمع المؤنث السالمی. فتحه کسره جاینشین از فتحه می شود در یک جا. اون چی است؟ جمع مؤنث سالم است. جمع چی است؟ جمع مؤنث سالم. ببینید مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم ما شما درس گذشته به تفصیل بیان کردیم که در زبان عربی سه نمود جمع است. جمع مذکر سالم با واو و نون یا یا و نون جمع می شود و جمع مؤنث سالم در آخرش یک الف و ت زیاده می شود و جمع تکسیر که سه تقسیم می شد. پس جمع مؤنث سالم حالت نصبش با چی می شده است؟ با کسره نیابة عن الفتحة. مانند چی؟ مثلا من میگویم که رأیتو مثلا دیدم کی را؟ مثلا زینب ها را. چند تا زینب دیدم. چی میگم؟ رأیتو زینب. دقت بتید، زینبات. رأیتو زینبات. دقت دادید؟ زینبات. رأیتو زینبات یعنی دیدم زینب ها را، دیدم زینب ها را. اکنون زینب ببینید تا اینجا اسم است، نه؟ یک زینب. الف و ت را همراه کردیم شد جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. پس حالت نصبش میگم رأیتو فعل و فاعل و زینبات مفعول به منصوب و علامت نصبه الکسره نیابة عن الفتحة. الکسره، ببین الکسره نیابة عن الفتحة. یا یک مثال دیگر، خلق الله، مثلا خلق الله السماوات، سماوات. دقت دادید؟
خلق الله السماوات، یعنی که الله سبحانه و تعالی خلق کرد آسمان ها رو. سماوات جمع مؤنث سالم است. از این حساب آخرش چی گرفت؟ کسره گرفت نیابتا عن الفتحتی. بگم به خاطر چی میگم؟ لانه جمع مؤنث سالم. مثلا زینبات مفعول به منصوب علامت نصبه الکسره نیابتا عن الفتحه لانه جمع مؤنث سالم. و سماوات مفعول به منصوب و علامت نصب الکسره نیابتا عن الفتحه لانه جمع مؤنث سالم. این علت رو بیان میکنه. پس کسره جاینشین فتحه میشده است در یک جا. اون چی بوده است؟ جمع مؤنث سالم. یعنی جمع مؤنث سالم آخرش فتحه را قبول نمی کرده است. یادتون بگیرید آخرش فتحه را قبول نمی کند. با جای فتحه کسره می شود جاینشین از فتحه. جاینشین از فتحه. خب اکنون با این سیوم یا دوم علامت فرعی با آخر رسید. میگذاریم به علامت سیوم که یا هست. صاحب کتاب میگوید که و اما الیاء، یعنی درباره یا صاحب کتاب صحبت میکند. میگوید که اما الیاء یعنی که سیوم علامت فرعی جاینشین از فتحه یا است. در کجا یا علامت نصب میشود؟ میگه فتکون علامتا للنصب فی التثنیه والجمع. اکنون یا میگه علامت نصب میشود در دو جا، در تثنیه، در جمع. در دو جا علامت نصب میشده است. مانند رأیتو، دقت بتید، رأیتو المسلمین، رأیتو المسلمین. در جمع مؤنث سالم هم یا جاینشین از فتحه می شود. مانند رأیتو المسلمین. دقت دادید در نوشتن یک نمود نوشته می شود. از این حساب سخت دقت بدید، فرقیت در حرکت است. مسلمینی، اگر این پیش از یا را فتحه بتیم نون را کسره بتیم تثنیه می شود، دو کس. اگر این را میم را کسره بتیم و نون را فتحه بتیم می شود مسلمان ها. این نامش تثنیه است، این نامش جمع مذکر سالم است. دقت دادید فرقیت. اما در نوشتن یک نمود است، فقط حرکت پیش از یا فتحه و بعد نون کسره باشد مثنی است، دو کس. پیش از یا کسره و نون فتحه باشد اگر این جمع مذکر سالم می شود. فرقیت را اهمیت بدید، یعنی برعکس یک دیگر است. اول فتحه و دوم کسره باشد مثنی است، اول کسره و دوم فتحه باشد اگر جمع مذکر. این جمع است. اما در اینجا گفت الجمع و دوامش را نگفت که جمع مذکر سالم، زیرا که ما خوانده بودیم که جمع سه نمود می شود: جمع مؤنث سالم و جمع مذکر سالم. جمع مؤنث سالم اکنون علامت نصبش کسره بوده است، جاینشین فتحه. اما جمع مذکر سالم علامت نصبش یا بوده است به جای فتحه، جاینشین فتحه حرفی یا بوده است. پس میگم رأیت فعل و فاعل المسلمین. مسلمی مفعول به منصوب و علامت نصب الیا لانه المثنى و علامت نصب الیا نیابتا عن الفتحه لانه مثنى، یعنی دو کس است. برای دو کس بودن علامت نصبش چی شد؟ یا شد. ما درس گذشته گفته بودیم که مثنى در حالت رفع علامتش چی بود؟ الف بود. مسلمانی میگفتیم، مثلا جاء المسلمانی. اما این حالت نصب که هست با یا می شود، علامت نصبش چی بوده است؟ یا. اما رأیت المسلمین، رأیت فعل فاعل مسلمین مفعول به منصوب علامت نصبه الیا لان علامت نصبه الیا نیابتا عن الفتحه لانه جمع المذکر سالم، زیرا که جمع چی است؟ مذکر سالم است. پس با همین هم یا به آخر رسید. یا در دو جا علامت نصب بوده است، در مثنی و در جمع مذکر سالم. آخرین جا حذف نون است. حذف نون اکنون میبینیم که در چند جا علامت نصب است. صاحب کتاب میگوید که و اما حذف النون، یعنی حذف نون
در کجاها علامت نصب میشد؟ فیکون علامت للنصب فی الافعال الخمسه التي رفعها بثبات النون. از ما میتوانیم بگوییم که حذف نون در یک جا علامت نصب است که اون را 5 مثال در بر میگیرد. نام اونها است امثله الخمسه. امثله، ببینید امثله الخمسه، امثله الخمسه در مثال های 5 گانه. درس گذشته گفته بودیم در امثله خمسه علامت رفع ثبوت نون بود، مانندی یضربانی، تضربانی، تضربانی، یضربون، تضربون، تضربین. دقت بدید، تضربین انا همین نامش امثله خمسه است. در حالت رفع گفتیم ما علامت رفعش ثبوت نون است، این نونها را میمونیم میشود علامت رفع. اما در حالت نصب میگه حذف نون. حذف یعنی اودلید کردن، از بین بردن نون از بین بگیر. مثلا ناصبه را میاریم لن، میگیم لن یضربا، نون از بین بر رفت، لن یضربا. دقت دادید؟ لن یضربا، نون از بین رفت، حذف نون. پس میگیم لن حرف نفی و ناصب و جازم، یا حرف نفی ناصب جازم، مثلا جازم نه، حرف نفی ناصب استقبال حرف لن. یضربا فعل مضارع مرفوع منصوب و علامت نصبه حذف نون میگیم نیابة عن الفتحه، و علامت نصبه حذف نون نیابة عن الفتحه. چه طوری که میبینیم که نون ما از بین بردگی است. مثلا در اینجا اگر که لن مونه میگیم که لن یضربا، این از بین میبریم، لن یضربا، یعنی که لن به مثل همون حرف نفی و ناصب و استقبال. تضربا فعل مضارع منصوب بلن و علامت نصب حذف النون نیابة عن الفتحه لانه من الامثله الخمسه، لانه من الامثله الخمسه، به خاطر آنه که حذف نون شده است که از امثله خمسه است. مثلا یضربون، اگر لن ماندیم چی میگیم؟ لن یضربو، نون از بین میبریم، در جای این یک الف رو میاریم میمونیم، لن یضربو. این الف در کتاب بدون با تفصیل بیان کردگی بودیم، نامش هم گفتگی بودیم، نامش الف فارقه بود. لن یضربو، لن تضربو، اگر جدم لان بیاریم نون از بین میبریم، یک الف میاریم میمونیم. در اینجاش هم به مثل همین لن تضربی، این را از بین میبریم و خلاص در آخرش یا میآید، لن تضربی، لن تضربی، یعنی که نمیزنی تو زن. پس میگیم که لن حرف نفی و نصب، حرف نفی و نصب و استقبال. تضربی فعل مضارع منصوب بلن و علامت نصب حذف النون نیابة عن الفتحه لانه من الامثله الخمسه. و یا ضمیر متصل مبنی على السکون في محل رفع فاعل. گفته اینطور باید میگه الف مبنی على السکون في محل رفع فاعل. تضربا الف همچنین في محل رفع فاعل. واو جماعه مبني على السكون في محل رفع فاعل. و این شم همچنین واو جماعه في محل رفع فاعل. این یا في محل رفع فاعل. گفته اینطور اعراب کرده می شود و اینطور تحلیل کرده می شود. اکنون صاحب کتاب میگوید که و اما حذف النون فیکون علامه للنصب في الافعال الخمسه. در افعال خمسه حذف نون علامت چی است؟ علامت نصب است نیابة عن الفتحه التي رفعها بثبات النون. درس گذشته را اکنون در یادمون آورد. همون امثله خمسه ای که میگد درس گذشته بیانش کردیم که حالت رفعش ثبوت نون بود. نون ها که باشند علامت رفع است و نون ها را که از بین بردیم علامت چی می شود؟ علامت نصب می شود. حذف نون علامت چی بوده است؟ نصب. پس این هست درس امروزه ما و شما، درس 4 از کتاب الآجرومية.
اکنون در آخر باز این مثال ها را یک بار دیگر به یادتون بیارم که لن را ما آوردیم ینصوره، لن آخر فعل مضارع نصب کرد، زیدون امرن ببینید منصوب شد و علامت نصب الفتحه، ببینید حرکت اصلی است الفتحه. برای چی؟ لانه اسم مفرد، زیرا که اسم مفرد است. اسم مفرد حالت نصبش فتحه چی می شود؟ ظاهره می شود. اکنون میگیم که لن، ببینید لن یخشا زیدون، یعنی نمی ترسد، خشوع نمی کند زید. لن یخشا زیدون، این همین حالت می شود. میگه منصوب و علامت نصبه الفتحة المقدره، الفتحة المقدره منع من ظهورها التعذر لانه معتل الاخر بالالف، معتل الاخر بالالف. چطور که اینجا نوشتگی بودیم یرمی. اکنون لن که آوردیم چی میگیم؟ لن یرمیه. دیدید حالت نصبش چی می شود؟ آشکار می شود. حالت نصب آشکار می شود. لن یرمیه. پس لن حرف نفی و نصب و استقبال. یرمیه فعل مضارع منصوب بلن و علامت نصبه الفتحة الظاهره. علامت نصبش چیه؟ فتحه ظاهره است. دیدید؟ اکنون یدعو، لن که آوردیم لن یدعو. اکنون کلمه ربه را میگیریم، مثلا لن یدعو زیدون القبر، مثلا القبر، القبر یعنی چی؟ یعنی که طلب نمیکند زید قبر رو. زید از مرده و از مردگی ها طلب نمیکند، از قبر و از مزارها طلب نمیکند. لن یدعو، دیدید؟ لن یدعو، لن حرف نفی و نصب و استقبال. یدعو فعل مضارع منصوب بلن و علامت نصب الفتحة الظاهره، فتحه ظاهره شد. اکنون معلوم شد که حالت رفعش هر دینها فتحه، علامت رفعش ضمه مقدره می شده است، ضمه مقدره، اما حالت نصبش ظاهر می شده است. چطور که شما دیدین لن یرمیه لن یدعو، دقت دادید؟ لن یدعو یعنی که لن یدعو زیدون القبر. القبر مفعول به منصوب و علامت نصبه الفتحه، علامت نصبش چی است؟ الفتحه است. سهم همچنین، سهم مفعول به منصوب و علامت نصبه الفتحه. پس این بود درس امروزه ما و شما، درس چهارم از کتاب الآجرومية. پس این درس را در اینجا با پایان میرسانم. تا درس آینده یک و یک شما رو به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و سربلند باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.